علیکم دوستان عزیز، وقت بخیر. انشالله که کل شما خوب و صحتمند باشین. دیدیم که آموزش در مورد بورسیه 100% رایگان رومانیا رو با هم دیگه تحلیل کنیم. بسیار یک بورسیه خوب است. زبان نیاز نیست و یکی از آسان‌ترین شرایط بورسیه ها رو داره. پس بریم که یاد بگیریم. بورسیه تحصیلی فول فاند دولت رومانی برای سال تحصیلی 2025 یا 2026 است. یعنی شما در جریان سال 2025 کارهای اداری را زیر پیش میبرین و درس شما در سال 2026 شروع خواهد شد. و فرصت عالی برای تحصیل رایگان در اروپا بدون نیاز به مدرک زبان میباشه، یعنی تافل یا آیلتس نیاز نداره. و بیاین که شرایط سنی زیر ببینیم. شرایط سنی بورسیه لیسانس کمتر از 25 سال باشه، یعنی 25 سال پرو نکرده باشین، حتی از که 25 شده باشین دیگه مورد قبول نمیشه. و اینکه ماستری کمتر از 35 سال باشه، دکترا کمتر از 45 سال باشه. شرایط نمرات لیسانس و ماستری فیصدی بالای 70% میخواه و برای دکترا فیصدی بالای 75% میخواه. این بورسیه شامل رشته‌های طبی، استوماتولوژی یا دندانپزشکی و فارمسی نمیشه. دوستان عزیز متوجه باشین. بیاین که مدارک لازم رو ببینیم. مدارک مورد نیاز برای ثبت نام: 3 صفحه اول پاسپورت یا تذکره، نمرات 3 ساله و شهادتنامه با تایید مور وزارت خارجه باشه یا تاپ وزارت خارجه. انگیزه نامه فقط برای مقطع دکترا در کار است دوستان عزیز، برای لیسانس و ماستری در کار نیست. 2 عدد ریکامندیشن یا توصیه نامه میتونین از اساتید خود، از اساتید دانشگاه یا پانتون یا از کورس ها میتونین رو دریافت کنین. و سی وی شما باید به فرمت یوروپاس باشه. و مدرک افتخارات، مثلا دوره های آموزشی اگر شرکت کرده باشین، فعالیت های فرهنگی اگر دارین و هنری، در صورت موجودیت شما از هر فعالیت فرهنگی آموزشی که کرده باشین، اگر سرتیفیکیتی از او دارین، مدرکی از او دارین، میتونید اینجا آپلود کنید. این بورسیه چی فواید داره، چی مزایا داره؟ تحصیل رایگان در دانشگاه های معتبر رومانیا، میتونید شما در اونجا هر کدامش انتخاب کنین. تغییر انتخاب دانشگاه هم داره. خوابگاه رایگان در محوطه دانشگاه برای شما ایجاد میشه. دوره 1 سال آموزش زبان و رومانی رایگان، یعنی شما اگر که زبان انگلیسی رو خوب بلد نیستین و میخواین که درس‌های شما به زبان رومانی باشه، 1 سال برای شما زبان آموزش میمونه. هزینه‌های ثبت نام و شهریه کاملا رایگان میباشه. و یکی بسیار خوب است، بیمه درمانی رایگان داره. شما خدا نخواسته ناجور میشین، مریض میشین، در اونجا شما بیمه هستی که تداوی میشین و مراقبت میشین. و همچنین کمک هزینه ماهیانه یا همون جیب خرچی رو برای شما پرداخت میکنه. خب کمک های هزینه ماهیانه چی رقم است؟ برای لیسانس 65 یورو می باشه، یعنی ماهانه 65 یورو به خاطر جیب خرچی شما میده. ماستری 75 یورو می باشه و دکترا 85 یورو می باشه. مهلت ثبت نام از دوستان عزیز شروعش 29 جنوری 2025 می باشه و ختمش 12 مارچ 2025. یعنی تقریبا شما 13 روز یا یک ماه و 13 روز یا 14 روز وقت دارین به خاطر از ثبت نام کنید. و اعلام نتایج تقریبا 3 جون میشه، جون 2025. و اگر که کدام گپی را دارین برای سوالات، ما لینک واتساپ برای شما میمانیم. شما در اون چنل جوین شوین و ما آپدیت های این برنامه یا هر نوع بورسیه دیگر ما در اونجا میمانیم دوستان عزیز. این وبسایت ثبت نام بورسیه کامل 100% رومانیا می باشه که من لینک این وبسایت در قسمت دسکریپشن ویدیو من میمونم. شما میتونید روی ازو کلیک کنین و در این وبسایت مستقیما بیاید. خب بدون از اینکه وقت تلفی شوه یا کدام کار دیگه شوه، ما این قسمت روی Apply for MFA Scholarships کلیک میکنیم. در این صفحه که آمدیم، در اینجا ما گفتم Ministry of Foreign Affairs Scholarships for Non-EU European Citizens. EU منظورش یوروپیان است. وزارت امور خارجه اسکالرشیپ ها یا بورسیه هایی را به خاطر شهروندانی که در اتحادیه اروپا نباشه چی کرده؟ ایجاد کرده که شما میتونین اون را استفاده کنین و ثبت نام کنین. در قسمت اپلای ناو ما کلیک میکنیم. در اینجا اگر که شما قبلا حساب جور کرده باشین، خب میتونین در اونجا ایمیل آدرس خود نوشته کنین یا قسمت پسورد خود. اگر که شما اکانت ندارین، چی روی کرییت یور اکانت کلیک کنین
یا I don't have an account، هر دویش برای شما اکانت را ایجاد میکنه. ما روی ازو کلیک میکنیم. در اینجا نام از ما خواسته، ما نوشته میکنیم که ایجو تک. لاست نیم نوشته میکنیم که for all. ایمیل آدرس نوشته میکنیم، یک رمز انتخاب میکنیم به خاطرش. اینجا دوباره امون رمزه که ما انتخاب کردیم ما تکرار میکنیم. مشخصات که تمام شد روی create my account کلیک میکنیم. خب در این قسمت گفته که ما یک کد را اکتیویشن کد را به ایمیل آدرس شما روان کردیم. شما او کد کپی میگیرید و در اینجا کانفرم اکانت میزنید. کد به ما ارسال شده. اگر که کد روی پرایمری یا اینباکس شما نبود میتونین اسپام خود را چک کنین. اسپام چک میکنین. بعد در اینجا آمده یک کد هست، این کد ما کپی میگیریم و در اینجا ما کلیک میکنیم قسمت کانفرم اکانت. میگه که اکانت شما موفقانه ایجاد شد. گو تو لاگین کلیک میکنیم دوستان عزیز. ایمیل آدرس خودم می نویسیم، درست است. و این قسمت هم رمز قبلی که ذکر کرده بودیم من نوشته میکنیم. قسمت لاگین کلیک میکنیم. بله دوستان عزیز، این قسمت صفحه نخست و ورودی خود می اپلیکیشن فرم بورسیه رومانیا شما می باشه. در قسمت اپلای هم میتونین کلیک کنین یا در قسمت استارت یور اپلیکیشن هم میتونین کلیک کنین. در اینجا بعضی از راهنمودهایی هست که شما قبل از اینکه ثبت نام خود شروع کنین باید در نظر بگیرین. ما کل زیر تیک مارک میکنیم به خاطر اینکه این شرایط بسیار ضروری می باشه. اگر که شما این شرایط را ندارین شما وارد شرایط بورسیه نمیشین. بهتر می است که کلی از اینا را تیک مارک کنیم و قسمت I understand را کلیک کنیم. قسمت اول personal information می باشه. در قسمت اول ما نام خود را ایجوتگ قبلا ما چون در ثبت نام کردیم نوشته، تخلص هم نوشته که در father's name نوشته میکنیم احمد. mother's name را نوشته میکنیم که فاطمه. قسمت جنسیت را میل میگیریم. تاریخ تولد خود ذکر میکنیم. در قسمت سیویل استاتوس تأهل شما آیا مجرد هستین، ازدواج کردین، خب ما مجرد میگیریم. قسمت occupation، اگر شغل یک وظیفه را دارین، شما شغل رسمی هست، شما وظیفه خود نوشته میکنید. اگر که نه نوشته نمیکنید. ما عنوان مثال ما نوشته میکنیم که من تیچر هستم و محل تدریس من در کجا هست، کابل میباشه. شما اینجا سه گزینه دارید دوستان عزیز. یا میتونین به تاب قبلی یا منوی قبلی برین که ما فعلا هیچ منوی قبلی نداریم. خب این گزینه اول فعلا لازم نیست. save and verify، یعنی شما ایره سیو ذخیره میکنین و ایره در اطلاعات شما ضبط میکنه. و next step، شما اگر که مثلا اینترنت استوار ندارین و هر لحظه ممکن است که اینترنت شما قطع وصل شود، سیو و وریفای را بزنین، یعنی می مرحله را سیو میکنه و میتونیم به مرحله پیش روی بریم. ولی اگر که اینترنت شما ثابت است، قطع وصل نمیشه به خاطر اینکه وقت تلفی نشود، شما روی next استپ کلیک میکنید. خب در قسمت دوم آدرس اند سیتیزنشیپ می باشه. ما در اینجا آدرس و شهروندی خود نوشته میکنیم. محل تولد ما افغانستان می باشه. محل تولد ما، شهر تولد ما کابل می باشه. و پاسپورت ما توسط کدام کشور صادر شده؟ افغانستان صادر شده. یک نمبر تذکره هم میخواه، یا نمبر پاسپورت نوشته میکنین یا نمبر تذکره رو نوشته میکنین. ما نمبر پاسپورت نوشته میکنیم P0 96 70 87 23 51. این به عنوان مثال نمبر پاسپورت ما می باشه. و پاسپورت خود ما از چی وقت گرفتیم؟ از سال 2024 گرفتیم، از آگوست 8 2024 گرفتیم و تا چه وقت را ادامه داره؟ تا 2029 را ادامه داره. آگوست و 8. بعد از اون در کدام کشور ما فعلا بود و باش داریم، در کدام کشور ما زندگی میکنیم؟ ما افغانستان میگیریم
و در کدام شهر زندگی میکنیم، ایرم کابل میگیریم. در قسمت پستال آدرس یا پستال زیپ کد کابل، زیپ کد کابل 1001 می باشه. سیتیزنشیپ، ما سیتیزنشیپ کدام کشور داریم؟ افغانستان کلیک میکنیم. بعد از او بازم میتونین شما سیو وریفای کنین یا نکست استپ بزنین یا تاب و منوی قبلی برگردین، او بستگی به خود شما داره. من روی نکست استپ کلیک میکنم. در مرحله بعدی آپلود فایل را داریم که ما در اینجا باید اسنادهای تحصیلی و سرتیفیکیت های خود را آپلود کنیم. اولین اسنادی که از ما طلب میکنه Desired Degree of Study. خب ما در چی رشته و یا چی فاکولته میخوایم که بورسیه را دریافت کنیم یا در اونجا درسای خود بخونیم. اگر شما برای لیسانس هستین بچلر انتخاب کنین، برای ماستر هستین ماستر انتخاب کنین و برای دکترا پی اچ دی. ما برای ماستر کلیک میکنیم. در این قسمت گفته که آیا شما آمادگی زبان رومانیایی را نیاز دارین یا ندارین. شما اگر که میخواین که آمادگی زبان رومانیایی را یاد بگیرین یس را میزنین. اگر که میگین که من نیاز ندارم نو را انتخاب میکنیم. خب معمولا یس انتخاب کنیم بهتر است، چون در جریان درس ها کدام مشکل پیش نیاید. ما زمانی که ماستر انتخاب کردیم از اون پرسان میکنه که شما نمره ای که در دوران لیسانس خود گرفتین چند فیصد بوده. در افغانستان خب بر اساس فیصدی میباشه. ما به عنوان مثال نوشته میکنم که 93% ما از لیسانس خود گرفتیم و در قسمت 93% در قسمت نمره دهی به سیستم کشور رومانیا چند فیصد میشه. افغانستان از 1 تا 100 میباشه ولی رومانیا از 1 تا 10 میباشه. 93 ما اگر دقیقاً بخوایم رو تبدیل کنیم 9.3 میشه. ما 9.3 نوشته میکنیم و ادامه میدیم. خب دیپلم ما از کجا دریافت کردیم یا توسط کدام کشور صادر شده؟ توسط افغانستان صادر شده. در مرحله بعدی کاریکولم وایت سی وی را اینجا طلب میکنه. دوستان عزیز اینجا به یاد داشته باشیم که سی وی شما به فرمت یوروپاس باشه که ما ویدیوی سی وی فرمت یوروپاس را ما آپلود کردیم. شما با اون لینک طرف سمت بالا که کلیک کنین شما را راهنمایی میکنه به سمت ویدیوی آموزش ساختن سی وی یوروپاس. پس رو کلیک کنین و حتما از دست ندین. خب در اینجا ما سی وی خود آپلود میکنیم. ما یک پی دی اف را میگیریم به عنوان مثال به خاطر اینکه کارهای ما زودتر شوه و شما آموزش یاد بگیریم. در این قسمت از شما سرتیفیکیت تولد طلب میکنه یا کارت تولد از شما طلب میکنه. شما میتونین تذکره خود آپلود کنین یا کارت تولد خود آپلود کنین. در قسمت بعدی پاسپورت شما را طلب میکنه که شما باید اونجا پاسپورت خود آپلود کنین و همچنین در قسمت پایین شما اگر ازدواج کردین، متأهل هستین یا خدای نخواسته طلاق گرفتین، مطلقه هستین یا هر رقم مسئله ای که نظر به تأهلیت شما یا نوعیت زندگی شما داره را باید اینجا شما آپلود کنین و ضروری هم نیست. شما میبینین که سفید است، خطش سرخ نیست. در قسمت پایین دوستان عزیز اینجا از ما طلب میکنه که ما شهادت نامه خوده که ما از مکتب دریافت کردیم در اونجا باید چی کنیم؟ آپلود کنیم. یاد شما باشه دوستان عزیز وقتی که شهادت نامه رو میگیریم یک سمتش امو دیپلم و شهادت نامه هست، در قسمت پشت سرش ترانسکریپت می باشه. در این قسمت سمت چپ ما باید امو قسمت روبروی از رو آپلود کنیم. در قسمت این قسمت ترانسکریپت امو صفحه پشت شهادت نامه رو ما آپلود میکنیم دوستان عزیز. و در قسمت پایینتر از ما طلب کرده که شما دیپلم لیسانس خود اما سرتیفیکیت به عنوان دیپلم لیسانس میگیرین او را اینجا آپلود میکنین. ما بازم این فایل انتخاب میکنیم و در قسمت ای از ما ترانسکریپت دوره لیسانس طلب میکنن. ما یک به یک اسکن ها را آماده میکنیم اینجا آپلود میکنیم و در قسمت پایین این قسمت دوستان عزیز از ما میخواهد که تمامی سرتیفیکیت های فرهنگی، هنری، آموزشی یا کورس هایی را که ما دایر کردیم یا کورس هایی را که ما شرکت کردیم، تمامی فعالیت های تحصیلی که ما کردیم، آیا کدام سرتیفیکیت یا کدام مدرک داشتیم را در اینجا آپلود میکنیم. دوستان عزیز دقت بکنید که شما میتونید اینجا چندین دانه سرتیفیکیت یا دیپلم را آپلود کنید. مرحله سوم خلاص شد دوستان عزیز. حال مرحله چهارم هستیم در قسمت انتخاب کردن یونیورسیتی ها. اولین گزینه‌ای که ما در قسمت داریم Study Program Selection می باشه. University of Preparatory Year. شما در اینجا دانشگاه را انتخاب میکنین یا پانتون را انتخاب میکنین که قصد دارین آمادگی زبان رومانیا را در این پانتون بخوانید. در اینجا میتونین یک از پانتون‌های مورد نظر خود را
در گوگل جستجو کنین، سرچ کنین و اون انتخاب کنین بخونین. من این قسمت انتخاب میکنم. در گزینه دوم در قسمت آپشن اول preferred university، اینجا ما انتخاب میکنیم که دانشگاه مورد نظر ما یا ترجیحاً کدام دانشگاه رو ما میخوانیم و کدام رشته رو ما انتخاب میکنیم. ما در این قسمت کوشش میکنیم یک از رشته ها، ما نظر به گوگل پیشتر داشت ما گفتم که میتونین جستجو کنین و او را یاد بگیرین. بعد از بیایم که رشته خود انتخاب کنین، ما رشته خود میگیریم Computer Science Computer and Information Technology. این میگیریم دوستان عزیز. در قسمت گزینه دوم ما میتونیم دو پانتون و دو رشته های مختلف همزمان انتخاب کنیم. در اینجا ما میتونیم یک پانتون دیگری را انتخاب کنیم، با عنوان مثال ایره میگیریم و همچنین در این قسمت ما این رشته را انتخاب میکنیم. بازم من تکرار میکنم دوستان عزیز که شما اول قبل از اینکه پانتون و رشته خود انتخاب کنین حتما در گوگل یک مرتبه خوب جستجو کنین. میریم در قسمت مرحله بعدی و بالاخره در مرحله آخر ما ریویو یور اپلیکیشن را داریم. در این قسمت شما دوباره ریویو میکنین که کدام اطلاعات را خدا نخواسته غلط پر نکرده باشین. شما با دقت چک میکنین اسپل نام خود، پاسپورت خود، اکسپایریشن پاسپورت خود و همچنین از کدام پانتون فارغ شدین، در سال چند فارغ شدین. تمامی اطلاعات دوستان عزیز اینجا با دقت چک کنین. شما حتی گزینه ای را دارین که میتونین فایل های خود که آپلود کردین روی از کلیک کنین، میتونین فایل های خود دوباره چک کنین که آیا فایل خود دوباره صحیح آپلود کردین یا نه. فایل های شما مثلا پاسپورت شما، ترانسکریپت مکتب شما، شهادتنامه شما، ترانسکریپت دوره لیسانس شما و دیپلم لیسانس شما. این قسمت وقتی که میبینین که کدام خدای نخواسته غلطی یا اشتباهی در فرم شما وجود نداره دوستان عزیز، شما روی این قسمت I understand the application rules کلیک میکنین و زمانی که کلیک کردین و آخرین گزینه میمونه روی submit your application. این که کلیک کنین از شما یک دفعه دوباره پرسان میکنه که آیا شما مطمئن هستین اطلاعات شما درست است یا نه. شما اوکی رو میزنین و وقتی که زدیم اینجا یک پیام خوشخبری برای شما میاد که اپلیکیشن شما موفقانه تسلیم شد یا سابمیت شد. شما توسط ایمیل بر شما خبر میرسانه که چه زمانی پروسه ارزیابی تمام شده. میگه لطفاً به خاطر از اینکه آپدیت را از طرف ما دریافت کنین اسپم ایمیل خود یا جانک میل خود را همچنین چک کنین و بررسی کنین. خب دوستان عزیز، این بود آموزش راهنمایی کامل بورسیه رومانیا. امیدوارم که از این بورسیه مستفید شده باشین و بخیر از خدا از این برنامه حتما 100% استفاده کنین. بسیار یک برنامه خوبی است. انشالله که موفقیت از آن شما باشه. کدام گپی سوالی اگر سخنی را دارین میتونین در قسمت کامنت از ما پرسان کنین و یا اگر که آموزش دیگری را از ما درخواست دارین همچنین میتونین در قسمت کامنت با ما بگوین. ما میتونیم آموزش او را همچنین برای شما ایجاد کنیم. موفق باشین دوستان عزیز.